یه پادکستی دارم گوش میدم مال یه دوره‌ایه که الان توش هستم. یه چیز خیلی جالبی برام باز کرد، گفتم به شما هم بگم. میگه که اگه ولیو یا ارزشی که تو برای خودت تو زندگی داری یا تعریف کردی باهاش شفاف نباشی، اکثر اوقات احساس فولفیل بودن میشه، نمیدونم، یعنی کاملا تمام و کمال بودن، احساس راضی بودن، انگار همه چیز اوکیه، نمی کنی، یعنی اون ارزشات باید کلیر نباشه. بعد من دیدم که این برای من در واقع باز شد که یکی از این ارزش ها که برای من بارها هم باش مواجه شدم ولی اینقدر نخورده بود تو صورتم، فریدم یا آزادی یا رهایی بگم بهتره، و همیشه نه الان همیشه تو زندگی با هم بوده ولی من باهاش اینجوری شفاف نبودم، برای خودم شفاف نبودم که پاش وایسم. اون چیش برای من الان جالبه اینه که بعدش برگشت گفتش که اون که برات مشخص بشه اصلا خیلی درها تو زندگی، تو کار، تو روابط، توی هر چیزی، تو هر حوزه از زندگی برات اصلا گشایش به وجود میاره. این داستان فریدم مثلا برای من اینجوریه که بعضیا وقتی میپرسن آزین مثلا چرا رفتی ایران بده، نمیدونم ونکوور خوبه، چرا تورنتو رفتی، تورنتو مگه بد بود، نمیدونم خوب بود، هرچی، سوئیس چیه، سوئیس چرا نرفتی، اروپا چجوریه، این رفتی چجوری. خلاصه وقتی شما این سوالا رو من میپرسید خب برای خود منم سوال ایجاد میشه دیگه. اینجوری نیستش که من جواب همه اینا رو بدونم یا باهاش خیلی اوکی باشم، چون تو هر بازه از زندگی آدمیزاد یه نوع بودن متفاوتی داره و اصلا یه آدم دیگه است. این منی که الان حرف میزنم با آدمی که مثلا 5 سال پیش بوده خب خیلی فرق کرده. بعد یهو دیدم این بحث فریدم و رهایی بوده که باعث حرکت دادن من میشده و کجا به من کمک کرد. الان معنی نیست که مثلا ایران چون بده من یه حرکتی کردم یا تورنتو چون بد بود من اومدم ونکوور. نه، این فریدمه تو خیلی جاها یا رهایی تو خیلی جاها معنی پیدا کرد که ارزش زندگی برای من یکی از اون واژه‌های مهم رهاییه و جایی من احساس فولفیل یا رهایی و رضایت دارم که این ارزش من برآورده میشه، یعنی میتونم اونو احساس کنم و الان که برام کلیره میبینم که خیلی چیزا که باعث شده تو زندگی من حرکت کنم یا حرکت‌های خیلی یا شیفت احساسی 180 درجه بزنم به خاطر اینه. پس در واقع هیچ جا بد نیست یا هیچ جا خوب نیست. اون جایی که من احساس رهایی بکنم و اون رهایی رو ببینم یا به سمتش حرکت بکنم، اونجا من حالم خوبه و انگار از دنیا دیگه هیچی نمیخوام. همون لحظه همه چی کامل و قشنگ و عالیه. گفتم اینو باهاتون شیر کنم. الان خیلی کنجکاوم ببینم که اون بقیه ولیوها یا ارزشایی که تو زندگی برام هست من اونقدر باهاش کلیر نیستم، مشخص برام بیاد جلو چشم و حضور بهش داشته باشم که هر جایی تو هر موقعیت قرار میگیرم اگه این ولیوها داره کار، یعنی داره ارزش افزوده ایجاد نمیکنه، اون میشه یه سنسوری که خب پس من نباید اینجا باشم، وگرنه حال خودم بد میشه. حالا شما بریم ببینید ولیوهای شما یا ارزش‌هایی که تو زندگی برای شما کار میکنه چیه. حالا بعدی‌ها رو هم پیدا کردم با تو شیر میکنم، جالبه.